روز 23 ماه سال 2023 دادگاه دوم حربی حوزه غربی روسیه حامی حقوق رهبر سازمان یاردم و عضو مرکز مموریال بارون میرزایف را بر اساس قسم دوم ماده 205 و قسم پنجم ماده 205 کودکس جنایتی روسیه در سفید کردن و تبلیغ تروریسم و اشتراک در فعالیت سازمان تروریستی گناهکار شناخت و به 14 سال زندان محکوم کرد. تفتیشات ادعا دارد که این حامی حقوق زاده بخارا سال 2011 نه فقط عضو حزب تحریر بلکه یکی از رهبران آن در روسیه بود. حزب تحریر در روسیه سازمان تروریستی اعلام شده است. بر اساس قرار دادگاه بارون همراه 3 سال اول حکمش را در زندان پوشیده ادا کرده 9 سال و 9 ماه باقی مانده‌اش را در محبس نظامش سخت سپری خواهد کرد. از 14 سال حکم او 1 سال و 3 ماه که در سزا قرار داشت کم کرده شد. مرکز حامی حقوق مموریال که فعالیتش در روسیه رسما قطع کرده شده است در یک اظهارات در کانالش در تلگرام گفت بارون همرایف را محبوس سیاسی می‌شمارند. هفته گذشته ایبدار کننده دولتی از دادگاه برای بارون همرایف 21 سال حکم زندان طلب کرده بود. زورا همرایف و همسر بارون همرایف با نشر چند عکس از تالار دادگاه در فیسبوک خبر داد که او در سخن آخرینش بار دیگر اتهامات اعلام شده را رد کرده و گفت از بس که از مقامات روسیه برای پایمال کردن حقوق مهاجران تاجیک و ازبک و قرقیز انتقاد میکرد، مقامات در پی نخارجویی شدند. من بعداً وابسته به امکاناتم حتی در زندان از نفران محتاج حمایت دفاع خواهم کرد. اظهار داشته است. این حامی حقوق همراه افزود است که در وقتش آرزو داشت که در ازبکستان دیکتاتور اسلام کریموف سرنگون شود، ولی روسیه امروز متاسفانه دیکتاتور کریموف را به یک نول زد و با تعقیباتش به سال 1937 و حتی از آن بدتر برگشته است. ولی بارون همرایف گفت مطمئن است که این بی‌حقوقی مدهش حاکم در روسیه دیر دوام نمی کند و همه محبوسان سیاسی بیگناه آزاد و سفید کرده خواهند شد. در عکس‌های از دادگاه نشر شده دیده می شود که بارون همرایف در داخل پنجره دادگاه هم چند شعار با دست در ورق نوشته شده را برداشته است و پلیس های پاسبان از پشت شیشه کوشش میکنند که روی این شعارها را با دستانش بپوشانند تا کسی نبیند. بارون همرایف زاده بخارا بوده، عضو مموریال و رهبر بنیاد پشتیبانی حقوق اجتماعی مهاجران یاردم بود. او ماه فوریه سال 2022 به حبس گرفته شد. مقامات امنیتی روسیه او را اول به تبلیغ فعالیت حزب تحریر که در روسیه سازمان تروریستی اعلام شده است ایبدار می‌کردند. از جمله گفته می‌شد که او در فیسبوک 6 مطلب مربوط به حزب تحریر از جمله 2 مطلب به زبان ازبکی و ویدیوی کانال عربی الواقعیت تیوی را با دوبلیاژش به زبان ازبکی بازنشر کرده است. ماه اکتبر سال 2022 هنگام تمدید زمان حبسش در دادگاه نویه میشانسکی شهر مسکو تفتیشات اعلام کرد که بارون همرایف از سال 2011 به عضویت حزب تحریر پیوسته نه فقط یک عضو عادی این سازمان بلکه یکی از رهبران شعبه آن در روسیه بود. همچنین بارون همرایف بنا به ادعای تفتیشات در خانه‌اش در مسکو دولتوف، جلالوف و دلبایف را جای داده برای پیشگیری از استرداد آنها به ازبکستان و دریافت حق پناهندگی برای آنها کوشش به خرج داده است. فیسبوک میگوید که آنها اعضای داعش و حرکت اسلامی ازبکستان بودند. همینطور بنا به ادعای فیسبوک سال 2020 همرایف و بنیاد یاردم از مقامات آلمان برای طاهر اجگریف مقام پناهندگی خواسته است و شویتس خواستند که ابن یمین ابراهیموف را به مقامات ازبکستان نسپارند. مقامات روسیه میگویند این 2 نفر به سازمان‌های تروریستی ارتباط داشتند.